شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتاری پنجم را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. پولی هفته گذشته را داد یا نه؟ پرسید او از پسی ورقی گازیته نگاه کرده. زن تصدیق کنان سر خم کرد. وی حالا باز پول دارد. کی باز به سفر برآمدنی؟ پولش را تموم کند میرفتگیست. جواب گردان زن. یگان کشتی موافق باشد یا نه گویان دین به سان فرانسیسکو رفته بود، اما حالا که پول دارد به هر کشتی کرا نمی شود. در این مسئله وی خیلی با ملاحظه به فراش کشتی کلانگری را کی مانده است؟ میستر خیگین با تبلو خم کرد. به ملاحظت را یافتی. یک کشتی بود است که به جستجوی کدام یک خزینه به کشورهای دوردست می رفته است. همان کشتی را معقول کرده است و اگر پولش رسد تا رفتن آن منتظر می شده است. اگر در همین جا به کار در آمدن می خواست، من او را عرابکش کرده می گرفتم. گفت شوهر که در آوازش از خیرخواهی ذره نشان نبود. تام از کار رفت. زن به او با اضطراب و سوالآمیز نگریست. امروز حساب و کتاب کرده رفت. وی به نزد کاروزرس‌ها می گذرد. آنها بسیارتر حق می دادند. من اینقدر پول داده نمی توانم. انا دیدی؟ فریاد زد زن. من به تو گفته بودم کارش وزین باشد هم تو به وی خیلی کم حق می دادی. گوش کن کمپیر. خشمگینانه جواب گردان میستر خیگین باتم. من به تو 1000 بار گفتم که به هر آش پشه نشو. دیگر تکرار کرده نمیشینم. با من فرقی ندارد. غرور کرد زن. لیکن همینش هست که تام بچه‌ای بیجا نبود. شوهر به طرف زن نگاه خشمگینانه افکند. این از جانب او گستاخی مثلش دیده نشده ای بود. اگر دادرک تنبل نمی بود عرابکشی را به گردن می گرفت. وی پولی خوراک و خانه را در وقتش می دهد. اعتراض بیان کرد زن. وی دادری من است و مادام که از تو هیچ قرض ندارد تو حق نداری که بهوده و بیهوده با وی خوردگیری کنی. غیر از این من هم آدم بیهوده 7 سالی رسا باز با تو زندگی نکردم. تو با گفتی که اگر وی شبها کتاب خواند برای گز هم پول دادنش در کار؟ پرسید شوهر. میسیس هیگین باتم حرف نزد. قهر و غضبی او فرو نشسته. روحش دوباره در یک گوشه پیکری نحیف گشتهش منزل گزید. شوهر تنتنه داشت. او دست بالا شد. چشمای او از غایت خرسندی غضب‌آلود شبدانه می درخشیدند. وی از مت ساختنی زنش حضوری حلاوتی به حد می برد. راستی گپ این کار اکنون ذره دشواری نداشت. حالان که سالهای اولی زناشویشان وقتی که فرزندزایی هر ساله و خردگیری های دائمی شوهر زن را ادا و ابگار نکرده بودند، میستر خیگین باتم به وی گپش را با آسانی گذرانده نمی توانست. خشکی باشد پگاه ازایت نبراید گفت او. گفتگی بر این سحرقتی به مرین بچه فریست. بچه رو نگاه بینی کند. اکنون که تام رفته است من خودم باید برای مال روم. تو باشی بجای من در دکان سودا کرده میستی. پگاه من جامشویی کردنی اعتراض کرد زن. بی جرأتانه بر وقت در میخیزی. تمام و سلام. من از ساعت 10 بر وقت خلاص نمیشوم. او با جهل و عتاب ورقی گازیته را گردانده دوباره به خواندن درآمد. مارتین ایدن بعد این ماجرا با یزنش هنوز هم در زیده پلماسیده از دهلیزی تاریک به حجره خود، حجره تنگوتار که در آن تنها یک کت، دستشویک و یک کرسی جای گرفته بود گذشت. میستر خیگین باتم از حد زیاد ممسک بود و مادام که از دست زنش کار می آمد خدمتگار زن گرفتن را به گوشه خاطرش هم نمی آورد. گذشته از این حجره را که خدمتگار در آن باید میزیست به 2 نفر
اجاره دادن ممکن است. مارتین کتاب‌های سوئنبرن و براونینگ را برای کرسی ماند و پیچکش را کشیده به کت نشست. سیمای کت از گرانی پیکری او غج راستنان نالش برآوردند، ولی او به این اعتبار نداد. خم شده پایافزالش را کشیده خواسته، بناگاه چشم به دیواری مقابل دوخت که در آنجا در روی دیواری سفید کرده شده از آبی بارانی از بام تراویده برآمده راه‌های سیاه‌تاب نمودار بودند. این را بدید و کرخ شد. در روی این دیوار افلاس منظره‌های گوناگونی خیالی گاه پیدا شده و گاه ناپدید می‌گشتند. او کشیدن پایافزال را فراموش کرده دور و دراز چشم از دیوار نکند. سپس لبانش با جنبش در آمدند و او پیچ راست زد. روف. مارتین هرگز فکر نکرده بود که یک صدای عادی بدین سان زیبا و بدین سان دلانگیز بوده میتواند. این صدا به گوشش فورا میرسید و او هر دفعه روف گویان نشأه میبرد. این نام طلسمی بود، سحر و جادوی معجزه آوری بود و چون مارتین هر دفعه آن را به زبان می آورد چهره روف در پیش نظرش پدیدار گشته دیوار را نور و تابش طلاگون می بخشید و آن نه تنها دیوار را نور و صفا می بخشید بلکه در افقهای ناپایدار کنار پهن می گشت و در آنجا در پهنای طلاگون روح مارتین روح روف را می جست. بهترین فضیلت‌هایی که در نهاد مارتین بود فواره‌وار زده به بیرون برآمد. یک خودی اندیشه در باره روف در وجود مارتین حسیاتی نجیب بیدار کرد. او را به آسمان هفتم می برداشت، او را به آدمی نغز تبدیل داده خواهشی باز هم بهتر شوی را تولید می گردانید. این برای او یک چیزی تازه بود. مارتین هنوز زنهایی را وانه خورده بود که با آنها آشنایی کرده یگان خصلتی نیکو پیدا کرده باشد. برعکس همه آنها او را به حیوان وحشی تبدیل می دادند، اما بیخبر بود که اکثریت آنها به هر حال بهترین حسیات خود را هرچند آن حسیات ناچیز و حقیرانه بود به او می بخشیدند. او هرگز درباره خود فکر نمی کرد و گمان هم نمی برد که او خصلتی را دارست که در دلهای زنها حسی محبت بیدار کرده می تواند و محض بنابر همین بسیار زنان از ته دل زور زده به اعتبار او سرفراز شدن می خواستند. او هرگز آنها را نمی جست، خودی آنها او را می جستند. به خیالشم هم نمی آمد که بعضی آنها به شرافت او فضیلت پیدا می کنند. تا این وقت او به زنان بی‌پروایانه مناسبت می کرد و اکنون سخت باوری داشت که محض آنها با دستان ناپاک خود او را داشته به هیچ وجه رها کردنی نمی شدند. او نسبت به آنها نسبت با خود بیدادگر بوده است، ولی این را فهمیده نمی توانست، چرا که عادتی درباره خود فکر کردن نداشت و آنچه را که اکنون به نظرش ننگ آور می نمود به خاطر آورده از خجالت صبح سرخ می شد و بس. او بناخواست از جای خیست و به آینه‌ای که مگس‌ها شیشته افلاس کرده بودند نگریست. او با دقتی تام آن را با روی پاکن پاک کرده دور و دراز و ملاحظه کارانه خود را از نظر گذراند. اصلا نخستین بار بود که او خود را معاینه می کرد. چشمانش بسا تیز و مشاهده کار بودند، ولی تا کنون او به جهت‌های گوناگون دنیای ظاهری بند شده فرصت نیافته بود که به خود نظر افکند. اکنون در مقابل خود قیافه جوان 20 ساله را می‌دید، ولی به یک خلاصه آمده نمی‌توانست که آن زیباست یا نه، چرا که برای به چنین خلاصه آمدن معیار میزانی نداشت. او یک دسته موی داچین رنگ را بدید که در بالای پیشانی وسیع و دونگش جینگله زده بود. موی جینگلهش به زنان معقول بود. آنها دست زدن و سیله کردن آن را دوست می داشتند، اما از اندیشه آن که مویش برای وی ذره اهمیت ندارد به آن چندان نگاه نکرده با کمال دقت و اندیشمندی به پیشانیش می نگریست، گویا می خواست آن را با نگاهش سوراخ کرده فهمد که در آن چی نوشته شده است. او اصرار کارانه خود را سوال می کرد معنیش چگونه باشد؟ این معنی به او چی داده می تواند؟ او با یاری آن به چی دستیاب خواهد شد؟ آیا مارتین وی را کامیاب می شود؟ او خود از خود می پرسید که در این چشمان خاکستری
که گویا کبودی سطح آرامی بحر غرقی نورهای آفتاب بوده را به خود شبیده گرفته باشند، اکثر وقت کبود شتاب می گردند. آیا دلش عکس می یابد؟ او فال می دید که آیا این چشمان به وی پسند می افتاده باشند؟ او کوشش کرد با آنها به نظری شخص دیگر با نظری او نگرد، ولی از این مراد حاصل نشد. او عادتا فکری خیال دیگران را به آسانی خوانده می توانست، ولی آنها آدمانی بودند که حیاتشان را او به خوبی می دانست. از حیات وی باشد مارتین ذره خبر نداشت. حیات وی معما بود، معجزه بود. او کجا و خواندن اقلا یک فکری وی کجا؟ خیر، بدل اندیشید و نهایت چی شده است؟ این چشمانی صاف و بی‌غبارند. در اینها نه از مکر نشانی هست و نه از رذالت. او از سیاه‌تابی چهره خود به تعجب آمد. هرگز گمان نکرده بود که بدینسان سیاه‌تاب است. او آستینش را برزده پوستی سفیدی از آرنجش بالا را با پوست رویش مقایسه کرد. نه، او به هر حال سفید است، ولی دستانش نیز در آفتاب سیاه شدند. آنگاه او دستش را خط کرده آن قسمهایش را از نظر گذراند که به آن جایها تماما آفتاب نرسیده بود. آن قسمها سفید بودند. این روی گندمگونی در آینه عکس یافته نیز یک وقتا همین خیل سفید بود. گویا اندیشه کرد. مارتین و خندیده فرستاد به گوشه خاطرش هم نمی آمد که در دنیا زنانی که پوستی بدنشان مثل جایهای آفتاب نرسیده بدن او سفید باشد کمان در کم وامی خورند. مارتین عادت داشت که هنگامی خشمگین شوی لبان احتراسناکش را سخت می فشرد و این به چهرهش یک نوع جدیت، قطعیت قریب زاهدانه می داد. اگر همین نمی بود لبانش از لبان فرشته ذره فرق نمی داشت. این لبان جنگ آور، لبان عاشق بودند. این لبانی بودند که همه لذت زندگانی را چشیده، ولی چون لازم آید به خود نمودی آمرانه هم گرفته می توانستند. از منه و جاغی پایانی صلابتناکش این ایفاده آمرانه بر علا هویدا بود. نیرویش حسیاتش را در موازنت نگاه می داشت و بنابراین او زیبایی سالم را پرستش می کرد و به صدای احساس سالم آواز می داد. از بین لبان دندانهایش می درخشیدند که هنوز یگان مراتبه محتاج دکتری دندان نشده بودند. او آنها را معاینه کرده ممنون گشت که آنها صدف برین، سفیدند، به قوتند، راغ ندارند. ولی خودی همان لحظه خجالت کشید. در یک گوشه خاطرش تصورات خیره به جنبش آمد که بعضی آدمان هر روز دندان تازه می کنند. آنها آدمان طبقه بلند، طبقه روف بودند. روف نیز یقین همه روز دندان می شوید. اگر وی آگاه می شد که مارتین در عمرش یگان بار هم دندان نشسته است، به حقش چه فکر می کرد؟ و عزم کرد که خودی پگاه مسواک دندان می خرد و دندان شوی را به حکم عادت داخل می کند. دل روف را تنها به کارنمایی ها به دست آوردن دشوار و به همین چیکی به نمود ظاهریش دخلارت دگرگونی داخل می کند. از پگاه سر کرده همه روز دندان تازه می کند. گریبانچه می بندد، هرچند که گریبانچه آهر داده شده را پوشیده همیشه حس می کند که آن او را گویا از آزادی محروم می سازد. مارتین دستش را بالا کرده به انگشت کفی آبیله‌دارش را تراشید. به نظر چنین می رسید که چرک و افلاسی همچنان به مغز اندر مغز پوستش رفته که آن را حتی به مسواک هم خراشیده تازه کردن دشوار بود. کفای روف باشد بابی تماشا، حتی به خاطر آوردنش گواراست. مثل برگی نسترن نازک، مثل ذره برف سرد و سبک. او هرگز به خیالش هم نآورده بود که دست زن این قدر نرم و نازک می شده است. او به خود اندیشید که نوازش چنین دست عجب معجزه باید باشد و از آن که به سرش چنین اندیشه ره یافت سبسر شد و خجالت کشید. این فکر نهایت گستاخانه بود،
و زیبایی معنوی رف را تحقیر می کرد. آخر وی فرشته است، فرشته است که مسکنش از زمین فرسخها دور است و با وجود این مارتین فکری کفید نرمی وی را از سر دور کرده نمی توانست. او با دستانی درشت، با دستانی به مهنت شخصول گشته کارگر زنانی فابریکه و زنانی از کاروبار روزگار ادا و ابگار شده عادت گرفته است. دستی روف برای آن نرم و نازک است که به آن مهنت بیگانه است. آدمانی هستند که برای زندگانی شده کار کردنشان شرط نیست. از زیل گذراند او و چون این اندیشه به سرش آمد جری بین آنها دوباره دهان باز کرد. او بناخواست در پیش نظرش قیافه اعیان و اشراف، قیافه آدمان مهنت بی خبر را دید. این قیافه ها در روی دیواری سفید چیرکین در نمود مجسمه با وقار و با حشمت برنجی پدیدار گشتند. مارتین از بازی که عقلش را میشناسد کار میکند. اهل عائله او مهنت کرده رزق و روزی میافت. انا برای مثال گرتروده دستان مهنت قرین او از جامشویی ورمیده و همچون گوشتی جوشیده صبح سرخ گشتند. یا خود خواهری دیگری او مرین وی در زبادی کانسر به کار میکرد و دستچه های نغزککش را کاردهایی که با آنها پامیدار میبرند خراشیده بودند. غیر از این زمستانی گذشته وقتی که وی در فابریکه مصالح کارتونی کار میکرد بوغم 2 انگشت دستش را ماشین بریده پرتافت. او دستان شخصولی مادرش را که در تابوت بر سری سینه 4 چلیک گذاشته شده بودند به خاطر آورد. پدرش نیز تا آخرین روزهای عمرش کار میکرد و کفایش پر آبیله بودند. دستان روف باشند و نه تنها دستان روف بلکه دستان مادرش و برادرانش هم نازکند. او را علل خصوص این چیز حیران ساخت. این افاده روشنی طایفه اثباتی بزرگی فاصله بود که آنها را از هم جدا می ساخت. مارتین زرخنده کرد و دوباره بکت نشست و نهایت کفشش را کشید. او عقل از دست داد. از جمال زن از دستان نازکی زنانه مست و الست گشت و ناگاه در پیش چشمانش رؤیای دیگر، رؤیای نو پدیدار شد. او شبانه در نزدی امارت کلانی تیرفامی گذری ایستندی لندن ایستاده است. در پهلویش باشد مرجی کارگر دختری تخمیناً 15 ساله. مارتین وی را پس از سیر و گشت به خانه‌شان می‌گسیلانید. مرجی در همین بنای افلاسی با عاقل کلان مانند استقامت داشت. مارتین هنگام خیر خوش به وی دست دراز کرد. دختر لبانش را به بوسه مایل کرد، اما مارتین نمیخواست که وی را ببوسد. کدام یک خصلت مرجی او را میرماند. آنگاه دختر با یک ترس و لرز اضطراب انگیز دستی او را فشرد. مارتین در روی کفی خردک که مرجی آبله ها را حس کرد و در وجودش حس رحم و شفقت بیدار شد. او چشمانی التجا آمیز و حریصی مرجی را پیکری نحیف و هنوز کودکانه وی را که اندرونش احساسی بیجرأتانه ولی پر احتراس بیدار شده بود دید. آنگاه در غایتی رحم و دلسوزی او دختر را به آغوش کشید و از لبانش ببوسید. سپس ندای خوشحالانه مرجی را بشنید و به خودش جفت شدنی وی را حس کرد. بیچاره یکی کم بغل دختر. مارتین با این منظری گذشته دورا دور می نگریست. بدنش مثل آن وقت در آن لحظه‌ای که مرجی با او جفت شده بود و جراح زده رفت و دلش از رحم و شفقت ریش شد. این عجب منظری تیره بود. آن روز آسمان تاریک بود و بارانی دلبزن سیم سیم بروی تخت سنگای افلاسی کوچه آمده میزد. ولی بناخواست دیوار غرق شعشعه گشت و همین قیافه و رویاها را تیره ساخته در پیش نظرش در میان مویهای تیلاگون چهره رنگ پریده وی، چهره همچون اختری دور و دست نارسی وی به جلوه در آمد.
او از بالای کرسی کتاب‌های سوئنبرن و براونینگ را گرفته آنها را ببوسید. به هر حال وی مرا باز در خانه‌شان تکلیف کرد، از دل گذراند و با آوازی بلند و متنتن گفت: مارتین ایدن، نخستین کاری که پگاه باید کنی این است که به کتابخانه مجانی رفته کتاب درباره آداب معاشرت میخوانی، فهمیدی؟ بعد این چراغ را خاموش کرد و چون به جاگه دراز کشید سیمهای کت از گرانه جثه‌اش به نالیش در آمدند. از همه مهمش مارتین، تو باید جین زند او سبیل ماند را کمتر گویی، فهمیدی جورا جان؟ این را به گوشت حلقه کرده آویز. این سخنان را گفته و او را خواب برد و چنان خواب‌های دید که چنان خواب‌های بی‌باکانه و فوق‌العاده دید که آنها خیالات نشأمند را به یک نول می‌زدند. شنوندگان ارجمند، شما خوانش بدیعی رو از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. پایان گفتاری پنجم. کارگردان دوران صاحبزاده. شاد و سربلند باشید.